برای چی پیامبر گرامی را جادو کردند؟ اکو این برای چی ندارد دادر عزیز؟ لبید ابن اعصم که حضرت عایشه مادرمون میگد مویهای پیامبر وقتی که شانه میکرد مویهای او را گرفت و از مویهای همون همراه جادوگرها رسول اکرم را جادو کردند و این جادو در جسد مبارک تأثیر کرد تا زمانی که قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که نازل شد، پیامبر گرامی که اینا خواندند همه همون سختی ها و همه همون گویم که جادویی که در جسم حضرت بود همش نابود شدند. این در تقدیر پیامبر من بوده است که او جادو ده می شود. هر یک انسان مقدرات دارد، تقدیر دارد، در تقدیر چیزی که باشه میبینی. برای همین دادر عزیز این هم یک حکمت دیگرش همین است که یک مهربانی خدا است که خداوند برای ما معوذتین داد، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داد که امتای پیامبر دائم خوانین، اینها را در دستاتون دمین، در تمام بدنتون مالین تا که از این جنایتکارها، از این پلیدها، از این افلاس هایی که نام اونا جادوگر و فالبینن شما نجات یابید. بسیار جوانای ما بیچاره در جادوها زدگیان. امروز خدا برکت یاد بسیاری برادرایی که رقیه خان داریم میروان از همو جنها خلاصشون میگردانند با قدرت الهی. انامونا بسیارشون موردی انامون جادو قرار دادن. امروز کاش که همین حکومت ما هم یک قانونی میبرد که همین جادوگرها را نابود میکرد. اینا بسیار ضرر کلان دارن برادرای عزیز، به نام خدا بسیار ضرر کلان دارن. تصور کن که یک بچه را وقتی میبندن گویه میبندن در یک خانه نه، در دو خانه، هم خانه زن هم خانه مرد هم خیش و توار، یک مصیبت کلان است. چی دهشتایی است کی میکنه یک انسان. این خیلی بدبخت هم زیاد داره. برای همین شما دائم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خوانین، آیت الکرسی را خوانین، بدناتون مالین تا از شر اینا شما ضرر از اینا ضررشون با شما نرسه.